شب 18 به 19 دکامبر بر اثر سوختار در ولایت مسکو دو شهروند تاجیکستان یک زن با پسر افساله‌اش به هلاکت رسیدند. سوختار در یک منزل کونه ساخت دو خبته در حدود جماعت باغداری دروژبه در کنار شهر پوشکین ولایت مسکو واقع در تقریبا 20 کیلومتری شمال و شرقی شهر مسکو بر اثر از کار برآمدن و ترکیدن دستگاه آبگرمکنی روی داده است. خبر داد نشریه روسی مسکوفسکی کامسomolets. بنا به اطلاع مسکوفسکی کامسomolets فاجعه در منزل روی داد که در آن دو برادر از تاجیکستان همراه عائله‌هایشان زندگی می‌کردند. برادر خردی ماه اوگوست سال 2019 در اینجا یک خانه کونه را خریده زن و کودکانش را آورده است. ماه اوگوست سال 2021 برادر کلانی 40 ساله او هم در پوشکین در یک کارخانه لوله سازی به حیث اپراتور به کار درآمده به اینجا کوچید و همراه زن و دو فرزندش پسر 7 ساله و دختر 6 سالش در قبت دوم کتیج دادرش جای گرفت. سوختار شب یکشنبه در همین قبت دوم بنا سر شده است. در اینجا بویلر برای گرم کردن آب نصب شده بود و تقریبا نیمه شب آن ترکیده است. صاحب خانه بوی سوختگی را فهمیده در راهرو را گشوده است و دامن آتش را دیده دادرش را فریاد کشیده است که کمکشان کند. برادر خردی توانست دو دختر اکاش را به کوچه برآورد ولی دامنه آتش در یک مدت کوتاه چنان بلند شده است که او دیگر نتوانسته است به قبت دوم بنا برآید. برادر او کوشش کرده است که تیریزه را شکسته زن و پسرش را بیرون برآورد ولی از بس که تیریزه پنجره داشت موفق نشده است. در نتیجه زن و پسر 7 ساله این مهاجر تاجیک در سوختار جان دادند و دختر او را با 20% بدن سوخته و دو برادر را با جراحت‌های زیاد سوختگی بستری کردند. پروکراتور ولایت مسکو هلاکت یک زن و یک کودک سال تولدش 2014 بر اثر سوختار در پوشکین را تصدیق کرد و گفت یک کودک دیگر سال تولدش 2015 بستری کرده شده است. سخنگوی پروکراتور ولایت ناتالیا گریگوریوا گفت تفتیش این قضیه به دادستانی شهر پوشکین سپرده شده است و تفتیشات باید سبب‌های سوختار را دقیق کند. هر سال در روسیه به علت‌های گوناگون از جمله بر اثر فلاکت‌های چون سوختار صدها مهاجر تاجیک به زندگی پدرود می‌گویند.